ایداد بیداد آقا جان، پرنده تو خیابون پر نمیزنه به خدا. ما این دستمالا رو دستمون میمونه. فکر بکنم امشب بازم باید نان و پنیر بخوریم. کسی پول نداره که بیاد خرید پسر جان، همه عین ما آس و پاسن. اکه هی خبر فوری اومده نوشتن مکانیزم ماشه فعال شد. چیز جدیدی نیست آخه. 40 سال ماشه رو دارن به ملت میچکانن. گرانی تو این مملکت هر روز بوده. منظور اینه تا حالا گل بود با ماشه به سبزه هم آرسته شد. ایناش هنوز هیچی نشده. دلار 110,000 تومان هم رد کردی. الهی خیر نبینی علی خامنه، الهی جزده جیگر بزنی با این مملکتی که ساختی. دلار 110 تومان آخه. خدای باری تعالی. یه لحظه گوش کن. من 2 سال پیش مشکلم با 200 میلیون حل میشد. ندادی؟ الان دلار 110,000 تومان رد کرده. تقاضام دیگه رفته رو 3 میلیارد. تکلیف چیه؟ الان میخوای از کجا بیاری؟ دارم فکر میکنم با این قیمت دلار، یعنی اگه تمام مردم ایران نفری 1 ریال روی هم بذارن نمیتونن یه اسکناس 100 دلاری بخرن. الهی ریز ریز چی علی خامنه. بدبختی اینجاست. اون موقعی که دلار 1000 تومنم بودم ما پول نداشتیم. آخون داره این مملکت، شوخی نیست که. اینم از بخت بد ماست که تو اوج جوانی کرونا دیدیم، جنگ دیدیم، بی پولی دیدیم، دلار 110 تومانی و بی ارزش شدن پولمون دیدیم. دیگه دردی نمونده که ندیده باشیم. جالب اینه که بی ارزش ترین پول دنیا رو داریم ولی باز همون هم تو جیبمون نداریم. حساب بانکی من الان از بس خالیه تارنکبوت بسته. گوش کنید، میخوام یه خبر بخونم که بال پرتون بریزه. پزشکیان در رابطه با مکانیزم ماشه گفته این بار نیز کشور را به سمت پیشرفت و آبادانی هدایت خواهیم کرد. ای خدا مادر. این بار نیست. خب یکی بره از این بیشور بپرسه آخرین باری که کشور به سمت پیشرفت حرکت کرده کی بوده که ما یادمون نمیاد؟ این بار نیست، این بار نیست. این یارو از رئیسی هم احمدی نژاد تره.